احراز هویت در نرم افزار دیمای بانک ملت. نرم افزار رو که نصب کردیم و ثبت ناممون رو تکمیل کردیم، اگه احراز هویت نکرده باشید اون پایین برامون همچین گزینه‌ای میاره. ادامه احراز هویت رو میزنیم، همچین پیغام برام میاد که داره میگه که نرم افزار دیما میخواد از شما عکس و فیلم بگیره. همچین اجازه بهش میدید؟ اولین گزینه رو میزنیم. اینجا داره ما رو به صفحه احراز هویت غیر حضوری منتقل میکنه. حمایت از من لطفا لایک رو بزن، صفحه بانک آنلاین رو هم دنبال کن و زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی جا نمونی و با من همراه باش. تو این صفحه ازمون میخواد که یه عکس تمام چهره از خودمون بگیریم. این گزینه دوربین رو میزنیم، صورتمون رو تو قسمت مشخص شده نگه می‌داریم و از خودمون یه عکس سلفی میگیریم. مرحله بعد رو میزنیم. اینجا ازمون میخواد که از خودمون ویدیو بگیریم. دوربین رو میزنیم، میگه جمله بالای کادر رو با صدای بلند و در محیطی آروم بخونیم. شروع ضبط رو میزنیم. این بالا برامون یه متنی آورده. اون متن رو میخونیم، همزمان گردی صورتمون رو تو قسمت مشخص شده باشه. دکمه پایین توقف ضبط رو میزنیم. اگه ویدیو مورد قبولمون بود، مرحله بعد رو میزنیم. ویدیو ارسال میشه. اینجا اگه مراحل درست باشه، بالا پیغامی برامون میاد که احراز هویت با موفقیت انجام شد و یک کد رهگیری بهمون میده. بعد ما رو منتقل میکنه به صفحه اصلی نرم افزار که میتونیم از همه امکانات نرم افزار استفاده کنیم که مهمترینش وام بدون ضمان 1 میلیونی تا 100 میلیونی که آموزش رو در ویدیوهای بعدی براتون میذارم. حمایت از من لطفا لایک رو بزن، صفحه بانک آنلاین رو هم دنبال کن و زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی جا نمونی و با من همراه باش.